کافر دانستن یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شب اول گفتم، شب آخرم باز تکرار میکنم. آجان یا امیر المؤمنین، شما در زمانتون کسی نبود سوال کند هی فرمودید سلونی قبل ان تفقدونی، ولی مردم در تب جاهلیت میسوختن، نمیفهمیدن علی کیست. ملتی که فرق بین امیر المؤمنین رو با کس دیگری که بهری از علم و عدالت و فضل و شرف نبرده است نمیداند، تکلیف این مردم معلومه. مردمی که علی رو رها کنن و به کسانی پناه ببرن که یک چشم به هم زدن اسلام رو قبول نکردن و نه توحید قبول داشتن، نه باور داشتن قیامت و نبوت را. این مردم پیداست چی کارن. آقا جان اون موقع کسی نبود از شما بهره ببرد. برادران و خواهران گرامی، همان گونه که مشاهده نمودید حجت الاسلام دانشمند همانند دیگر علمای شیعه صفوی به راحتی شاگردان مکتب رسول الله و تربیت شدگان مدرسه وی را از دایره اسلام و توحید خارج می‌گرداند، بدون آنکه ذره‌ای بیندیشد که چگونه ممکن است شاگردان آخرین و برترین پیامبر و آخرین و کاملترین دین آسمانی این گونه خائن و منافق و دنیا دوست باشند و بدین پشت پا زنند، حالان که الله رضایت جاودانه خیش را از آنان اعلام نموده است. آقای حجت الاسلام دانشمند، آیا کسانی که شما آنها را کافر می‌دانید از مهاجرین و انصار نبودند و الله متعال بارها آنان را تمجید ننموده و از آنان راضی نبوده؟ پس چرا این گونه آن بزرگواران را کافر می‌پندارید؟ یا شاید نعوذ بالله ادعا دارید که از الله بهتر می‌دانید؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. الله از پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از زیر آن جویبارها روان است و جاودانه در آن میمانند. این است رستگاری بزرگ. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبینا. بیشک الله کسانی را که او و پیامبرش را آزار می‌دهند در دنیا و آخرت از رحمت خیش دور می‌کند و برایشان عذاب خار کننده ای آماده کرده است. و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی آنکه مرتکب گناهی شده باشند می‌آزارند، بدون تردید تهمت و گناه آشکاری بر دوش کشیدند.